حتما الان داریم که بندر مروارید دیگه کجای ایرانه؟ همراه من بیا با هم دیگه بریم غرب استان هرمزگان. تو مسیر تا دلت بخواه از این رو ساحلای زیبا و بکر هست و کلی لوکیشن واسه عکاسی و فیلم برداری و قشنگ میتونی ریلکس کنی. بعد از 175 کیلومتر که رانندگی کنی میرسیم به بندر لنگه، مرکز صید مروارید جهان بوده. البته تا 70 سال بندر لنگه هنوز بافت تاریخی خودش رو حفظ کرده. ما یه دوری تو خونه های تاریخی زدیم، کلی فیلم و عکس گرفتیم و بعدش هم اومدیم به بازار مستا، یکی از بازار قدیمی بندر لنگه است که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد ایرانی و خارجی و نوستالژی میتونی اینجا با قیمت خیلی مناسب تهیه کنی. مقصد بعدی ما سنتورینی ایرانه، همون بندر تاریخی کنگه که مردم از همه جای دنیا برای دیدنش به اینجا سفر میکنن. بندر کنگ قدمت بسیار بالایی داره و چون شباهت بسیار زیادی به جزیره سنتورینی داره معروف به سنتورینی ایران. فوق العاده زیباست، کوچه ها و محله ها اون بافت قدیمی خودش کاملا حفظ کرد و خیلی‌ها تو این خونه ها سکونت دارن. تو این کوچه پس کوچه ها چندین اقامتگاه خیلی زیبا داره که شما میتونید اقامت خیلی قشنگ و زیبایی اونجا داشته باشید که اون پایین واسهتون اسمشو می‌نویسن. که تو این کوچه ها داری قدم میزنی و فیلم و عکساتو میگیری، از یه جایی به بعد صدای موسیقی محلی تو رو جذب خودش میکنه. یکی از این کافه ها رو باید رفت و یه چای کرک و قهوه عربی و نون سنتی رو خورد. بعد از اونجا راهی ساحل شدیم. تو هر کدوم از کوچه ها قدم بزنی به ساحل. بعدی با هم دیگه میریم بوم مسی.